آرمیتا چی شد؟ عشقم حالت خوبه؟ برو تکونش بده. نه دستش نزن، شاید واقعا مرده باشه. برای خودت دردسر درست نکن. نفس میکشه. زنگ بزن اورژانس. بیچاره شدیم. این از کجا پیدا شد؟ واقعا مرده. داداش اگه اجازه بدی ما رفع زنت میکنیم. کجا بری؟ الان بری اولین نفر که به شک میکنیم خود تویی. شک چی آخه آبجی من زنم حامله است، استرس واسش سمه، نمیخوام پای ما گیر باشه مشکلی درست شه. آها، یعنی فقط واسه شما نباید مشکل درست شه؟ با همتونم. تا تکلیف این جسد مشخص نشه کسی از این در بیرون نمیره. بیا بشین مقدار، آروم باش. بچه‌ها یه لحظه، یعنی وقتی برق رفت یکی اومده تو خونه؟